تو چرا آدم پالون خود ردوک میکنی؟ دست تو به چه کار کنم؟ آره غم نداره من تو رو بیغم میکنم گیلک جو. بیا از ما امرو خاکشی داره میر ما ام ببرم. چیکا پای خیریات بخیری؟ خوبه. گیلک ای تو چی بچه ها گفتن گیلک خر خریده ما گفتم برو میبرو بستونم خاطر این خاکشی هم یک خر از من یک همستونه این کوچرچو داری این خامال استاد شده نمیتونه این از کجا خریدی؟ دیرو اگنج پشت زرقون. با چند خریدی؟ 13 ساعت. گیلک البته قله که دیشتی کندی 13 ساعت ببینی چی آقا؟ حال ما متوجه شده میر مرتکبه گرفتی بیده پمپ کرده هوا داده. پمپ کرده بوده بابی که همین چیزی پالون آباری بسته. اصلا گیلکی بخواه هیچی اصلا نمیشه کسی بگه خری چی نیه استقونا بدر شده ایمون بابا این پمپ کرده بیده مرتکب همین پالون آباری. این پالون هم خودی بوده؟ آه خب همین پالون از خیلی ارزشش چه باشه 100 روپیه بخور 150 روپیه این پالون قیمت داره نه این پالون از ما بده. یک خر خریدی به 13 خر که خریده به 13 ساعت پالون خر دیگه با خر موشه که گرگ نخوشه بسمستون موشه خیلی هم یه لکه گرگ بخوری که دیگه به درد نمیخوره گیلک وقتی که تو میرفتی خری میخری یک آدم فهمیدی میبردی که به تو خری میخری نه نمگو به گنج برو بس پولات به تو حال چی میدم به 13 ساعت گفتی خریدم 13 ساعت همون گپ مردم قدیم دروغ نبوده میگه گیرون بی حکمت نیه ارزون هم بی علت همون دروغ نبوده راست بوده الان تو رو بیزی دادم تیر برتی به 13 ساعت بخری کاش حالا به 200 روپیه هم نموه این 2 روز دیگه شاید زنده باشه یا نباشه میموره میره برات کار کنه و یکی پیرم هست تو سیکو 300 شده نمیتونه علف هم میخوره چی علف هم میخوره بچه کو علف که بخوره خوب خریدی بنزین نداده بنزین نداده این آخر اولی یاد تو باشه که خوراک گرگ شغالایه نه بابا دیگه به درد نمیخوره مثل خرموشی ما وا دیگه همیته چیزی بود دیگه همیته حالا چیکار کنم ما برم خرکیر بسونم دیگه برم پیش ما خب من اگه میفهمی دیروز دیگه میموره ببر اگه نه بابا با پا استاده نمیتونه من بیام آدم گفتم دیروز گفتن خر خریدی امروز با ما گفتم حالا بیام آدم سه کنیم اشته خریه برم ارزون چیکار شه ایلک جو این میگه اصلا که ایون اول خراب جان خریده ایلک جو یه کارات ما رو از یاد مبرم گپم یاد نبود یاد مبرم بس که من فکر کردم ولی از خر تو برو با ما مشاغل پرسان کو نفر قدیم بابا تو میگه ما بیام آدم گفتم امروز خر از اینو تو ما خور کنم همیشه عرض کش میرم میگم نه مردم میگم مردم با ما گپ و مف میزنم میگم مردم بی علت نیه گیرون حکمت نیه دیگه جانیستنی جنجیره خیلی بس تک برو با تو کار چی می برو ما هزار کار خونه و دارم چی می جنجیری تیاری بچیم پیجی بچیم کله گردی اور تو نگاه کو تو به قولور خیرات راه نمیده اما تو تحویل میگیریم با تو این رخ بالا میگیری همین تکا میگیری که واقعا بچه شاهنشاهی کام مفتی تو نگاه کو ایلا برو چوب کو که دل مخونه میفهمی چره چکاره خری خریدم مردم بالا میگم من بچم و ما مدیمون با ما مستو بپرسو میگم خری خریدی راسته ایلا اگه فروشیه بگو اگه فروشیه بگو هر چند فایده می همین تجرنگی نق مقدارم همین برم کف دستتو میدارم کی فروشیه؟ خری که گنج خریدی دیرو بیده فروشیه لاغره چی لاغره؟ خر ما بابا خر خوبی باشه راه بره بار ببره بار بیاره دیگه ما اینو چکار کنیم بیشتر ازی فکر نکنم تو رو کش کنه چرا دیگه چرا همه جوجه مرغی نه مرتکه گنجوالا بگیره دیر پمپ کرده بیشتر میتونه دبال بید انال بیا من نسه میکنه که پالون عباله بفتاده برو بخیر پالون عباله بفتاده از زیر لاغر شده یعنی زنده هسته کخه میزنه امال عرص کشید کلی چی میگی فروشیه؟ فروشی میخری؟ میخری چند میگی؟ و هر چی میگی به چند میخریدی؟ 13 ساعت
پیار ما به تو فایده میده. به چند فایده میدی؟ 33 ریپه بده. 33 ریپه؟ یعنی 1430 ریپه به تو بدی میدی خره؟ نه دیگه 33 ریپه 2300 میشه. برا جو تو به 1300 خریدی؟ خب ما به تو 130 ریپه هم فایده بشیم بدیم میشه 1430 ریپه. بری که پولا کات جرنگی بده خر تحویل دی به ما. لاغره. خیلی بابا خری باشه دیگه. بری بیا که بری خودی پیار نگم. بابا کلیدی. بابا برا کلام با 1430 ریپه آنی گیلا. سلام علیکم. وعلیکم. نگی نه باشید. خوبی. خر میخره. با چه رو میخریم جون؟ به چند میدی؟ 33 فایده. ها؟ 33 فایده. چند خریدی؟ 1300. 1300. با 1430 ریپه بخریدم. چه ارزون خریدی؟ لاغری اما نوروز مال بگم. باشه لاغر. بابا سر یه پلوخی اما مای تو چی میگم هم پالون نمیدم به 1300. باشه میگم. بچه مردم میگم ارزون بچه چیه؟ چیکاره؟ این مطالعه قدیمه. که ارزون به علت نیه گرون به حکمت. سلام علیکم. و علیکم. خیره. خیلی سلامت. چیکار میکنی؟ خره بفشیدم. به چند کلا به 1430 ریپه. 1430 ریپه. مامان نوروز. جان. یک چیزی ما به شما بگم. چی بگی؟ شما هم همسایه میم همسایه. خب. همین که خره به 1300 بخریده به 13 ریپه نمیارزه. خیره. خره بدیدیم شما. باش. بار نگیر به چی کردی بزنی؟ خب. همین خره 13 ریپه نمیارزه بدیدیم شما خره هست. الله. ایستاده پای میل از مای بفته. حال گیله یک سر سوزن برفته بخریده فیض خیری ببینه. رمزون هم پالونه بهم 1300 میدن. بابا این بوی پالونه نمیدم بابا من بیرو دیدم دام یک گند پشت زبون برفته دور گپ دادم معامله گرا. خر مرده به 1300 خر راست کشید. امروز صبح نبایی بابا نخریم ما خود ما میریم اگر شما آدم اشیاریم ایو خر خریدن چی میگه؟ راست میگی گیل لگ نمون برو ما اگر میریم خود امو ارزون بیلت میگیرون بیکمتیه نمی داستان از اینه. شما 1300 بشنیدین نفهمیدین چی خیشت خره. برو خیلی برو. شما که خر ما امروزا گنج بریم به خوی خره به 5 6 هزار بخرین که حالت کار کرده بود. خر عدل استیدی. این طال دیگه کار به حق مردم بکرده که خیر ببینه که به حق خود خوب کنه. وای. خیر ما شمال پیلار بودم به دست دادم. بابا این برای ارزون گشته. بابا میره چرا خونه برو. بریم بگن میریم بابا. بریم بگن بابا میریم بسرا. کلیش. بابا خربون مرد. چی میگی؟ راست میگم ای بابا دمه که به تو میگم به گپ ما گوش نمیکنی میری پیش خود خوامی تا کارا میکنی. مامان نوروز میخرید اگه همون رمضان خود کلگنده خوبی آمد خر گفتکی خر مردنیه پشیمون کردم گو 33 ریپه به تو فایده میدم. بالا برد 120 روپیه کم اگرزن ما بگی چی؟ هم خر اگر میدادی بمون نوروز میدادی خر میدادی پولار میتوندی به کسی خو میکدی. خر بالا شما سر میکنم 4 تا سپاق درست که سبق کنم. وای چی کارایی میکنی تو بابا؟ چی کارایی پیش خود خو میکنی؟ اون مردم قدیم دروغ نگفتم که ارزون بی علت نیه گیرون هم بی همت. امی تو ارزون بی علت نیه گیرون هم بی همت. حالا خوب چه کار کنم؟ حالا گریه نکن بابا فدای سرتو خر مرد بمرد هیچی گریه نکن.